مثلا بگم توی آفریقا سروجین چیز عادیه واسه مردم، یعنی اصلا شاید کار عادیشون با سروجین انجام میدن. تماشای این ویدیو برای کسانی که بیماری قلبی دارن یا باردار هستن اکیداً ممنوع می باشد. This house, Lord Jesus Christ, send your Holy Spirit into our hearts and our lives. Send your Holy Spirit into our lives, Lord. Lord Jesus Christ, Lord living God. Stay away! ولی دیدی آدم که زار داشته باشه؟ فاصله شاید نزدیکتر از شما. میدونم خیلیاتون وقتی اسم جن رو میشنوین یا یه لبخند نصف نیمه میزنید و میگید ای بابا اینا همش خرافاته، یا ناخودآگاه تنتون میلرزه. ولی بذار همین اول یه چیزی رو روشن کنم. فقط به خاطر اینکه تو به یه چیزی اعتقاد نداری دلیل نمیشه اون چیز هم بهت اعتقاد نداشته باشه. یه حقیقت ترسناک اینه، همین الان، همین لحظه که داری به صدای من گوش میدی اونا هم میشنون. میخندی میگی خب مگه چی میشه؟ باشه، فقط صبر کن تا برات توضیح بدم. همه چیز از یه سوال قدیمی شروع میشه. چرا همه ملت‌های دنیا از آفریقا تا ایران، از هند تا اروپا موجودی رو توی قصه هاشون دارن که نامرئیه، قدرت‌های ماورایی داره ولی خیلی وقتا دشمن آدمه؟ توی اسلام میگیم جن، موجودی که از آتیش بیدود ساخته شده. توی ایران باستان بهشون میگفتن دیوان یا پریها. توی هند بهشون میگن راکشاسا. توی اروپا شیاطین یا روح‌های تاریک. حتی توی آفریقا هم قبیله باور دارن موجودی توی سایه ها زندگی میکنه که وقتی شب تنها باشی میاد سراغت. حالا یه سوال، چرا همه فرهنگ‌ها با وجود اینکه هیچ ارتباطی با هم نداشتن این داستان‌های مشترک رو دارن؟ 这是一段拍摄灵体附身的真实录像。晚上的凌晨1点钟，女孩情绪很暴躁，不受控制地打砸家具。到了凌晨3点钟，女孩突然跪坐在地一动也不动，嘴里不断吐出黑色的丝线。 دانشمندا اینو به اسم ناخودآگاه جمعی میشناسن. یعنی انگار ذهن همه انسان‌ها یه خاطره مشترک داره، خاطره موجوداتی که قبل از ما اینجا بودن. طبق روایت‌های اسلامی قبل از اینکه انسان بیاد زمین مال جن‌ها بوده. هزاران سال زندگی میکردن، اما وقتی آدم آفریده شد خیلی هاشون حس کردن زمین ازشون گرفته شده. همین باعث شد یه دشمنی قدیمی شکل بگیره، دشمنی که هنوزم ادامه داره. تصور کن یه موجودی باشه که نامرئیه، میتونه تو رو ببینه ولی تو نمیتونی، با سرعت حرکت میکنه و توی گوشت زمزمه میکنه و بدتر از همه میتونه وارد ذهنت بشه. بعضیا میگن همه اینا توهمه. وقتی نصف شب حس کردی یکی داره نگات میکنه، علم میگه این حالت هوشیاری بیش از حد بدنه، یعنی مغزت توی تاریکی دنبال خطر میگرده. فلج خوابم همینطوره، بیدار میشی ولی نمیتونی تکون بخوری. مغزت توی اون لحظه تصویر یه موجود سیاه پوش رو میسازه. اما وقتی چند نفر با هم یه چیزی رو ببینن چی؟ وقتی صدا ضبط بشه چی؟ وقتی اثر فیزیکی بمونه چی؟ اینجاست که حتی دانشمندا هم ساکت میشن. Hey, you should not be down here. What's on it? Baba? Don't
بذار اولین داستان واقعی رو برات تعریف کنم. این اتفاق برای یه خانواده ایرانی توی مشهد افتاده بود. سال 1382 خونه قدیمی رو اجاره کرده بودن. همه چیز عادی بود تا وقتی که نصف شب بچهشون شروع کرد جیغ زدن. میگفت یه آدم قد بلند بدون صورت وایساد بالای تختم. پدر و مادرش فکر کردن کابوس دیده، ولی چند شب بعد دوباره همین اتفاق افتاد. اما این دفعه مادر خانواده هم بیدار شد و به خدا قسم میخورد که یه سایه بلند رو کنار تخت دیده. اینا رو میتونی بذاری پای توهم. اما ماجرا وقتی ترسناکتر شد که صداها شروع شد. صدای کشیده شدن ناخون روی دیوار، صدای خنده خیلی خفیف توی آشپزخونه. پدر خانواده برای اینکه خیال همه راحت بشه یه ضبط صوت گذاشت. صبح که گوش دادن یه صدای واضح ضبط شده بود: ما اینجا بودیم قبل از شما. بعد از اون شب اونا خونه رو ترک کردن. صاحب خونه هم قسم خورد که قبلا چند تا خانواده دیگه هم بیشتر از یک ماه نتونسته بودن اونجا دووم بیارن. این فقط یه داستان نبود، این فقط شروعشه. تو قراره الان بشنوی که آیا میشه با این موجودات صلح کرد یا هر تلاشی که برای نزدیک شدن بهشون بکنی به قیمت نابودی تموم میشه. خب بریم سراغ سوال اصلی: میشه با جن صلح کرد یا نه؟ اینو خیلی ها از هزاران سال پیش تا الان امتحان کردن. محققای غربی تو این حوزه کلی آزمایش کردن. مثلا یه تیم تحقیقاتی توی لندن توی دهه 70 میلادی میخواست با ارواح یا همون جنهای محلی تماس بگیره. دوربین گذاشت، میکروفون، حتی آدمای حساس به انرژی رو هم آورد. توی چند تا جلسه یه صدای بم عجیب ضبط میشد که میگفت ما صلح نمیخوایم. ولی عجیب اینجا بود، توی همون جلسه یه نفر دیگه میگفت من حس کردم یه انرژی مثبت هم کنارش بود. انگار دو گروه متفاوت بودن، یکی خشن، یکی آروم. این چیزیه که تو اسلام هم گفته شده. یه سری از جنها شیطانی هن، یه سری دیگه مومن. پس شاید صلح بستگی داره به این که طرفت کدوم دسته باشه. جالبه بدونی این موضوع فقط مال ما نیست. توی آفریقا قبایل شامان اعتقاد دارن بعضی جنها رو میشه رام کرد. شامانها توی مراسم خاص با رقص و آتیش موجودات نامرئی رو صدا میزنن. بعضی وقتا موجودات خوب میان و به قبیله کمک میکنن. توی هند هم همینطور. بعضیا برای اینکه اجنه اذیتشون نکنه براشون غذا میذارن. مثلا یه ظرف شیر جلوی در خونه، میگن اینجوری میشه صلح کرد. हमारे भसू ने और पूर्वेश ने अच्छे से तो मैं देख नहीं पाया, दो लोग दिखे, बहुत मारे मुझे, बहुत जैसे पापा को मेरे मारे वैसे मुझे मार दिए। मम्मी तू सही बोलती थी, रात भर मत घुमा कर घर में, बहुत मेरी गलती की सजा मुझे मिली है। حتی توی اروپا هم اسپریتس یا فیریز وجود دارن. مردم میگفتن باید براشون هدیه بذاری تا بهت صدمه نزنن. پس انگار همه فرهنگا قبول دارن. اجنه یا میتونن دشمنت باشن یا متحد. فقط باید بلد باشی چطور رفتار کنی. این یکی از ترسناکترین روایت‌های معاصره. یه زن جوون تو یکی از روستاهای کرمان میگفت من چند بار خواب دیدم یه مرد سیاه پوش میاد سمتم. هر بار بیدار میشدم حس میکردم هنوز کنار تختمه. اول فکر میکرد کابوسه، اما بعد از مدتی علائم عجیبی پیدا کرد. دکترها میگفتن بارداره، ولی زن میگفت من با کسی نبودم. 9 ماه بعد بچه‌ای به دنیا اومد. میگن اون بچه هیچ وقت درست راه نمیرفت. چشماش عجیب بود.
بچه 2 سال بیشتر زنده نموند. اما توی این مدت هر کسی خونشون میرفت میگفت یه حس وحشتناک میگرفتتش. اهل روستا مطمئن بودن اون بچه نیمه جن بوده. حالا اینو میشه گذاشت پای بیماری ژنتیکی یا اختلال روانی، ولی وقتی خود زن میگفت اون مرد سیاه پوش هنوزم شبا میاد سمتم، دیگه نمیتونی راحت انکارش کنی. Lord Jesus Christ, send your Holy Spirit into our hearts and our lives, Lord. Send your Holy Spirit into our lives, Lord. Lord Jesus Christ, Son of the living God. Stay away! I now exorcise you, most unclean spirit. You gave power to your apostles to pass through dangers unharmed. Armed with the power of your Holy Spirit, I can attack the evil spirit in confidence and security. He broke your strength. He threw you out in the exterior. It's like a surgeon going in, trying to probe. No, immaculate. Trying to surgically lay bare what is there until you get to the core of what you're looking for. I don't therefore enjoin every unclean spirit, each devil, each part of Satan. As the prayers intensify, so do Gina's physical reactions. The team's doctor ties her arms and legs to the chair. Fear and fight at the name of our Lord. The power of fear, blessed are thou, woman. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now in the hour of death. That's part of the objection of the demons to leaving. Somebody help me! I said I don't want to go! It also could be a prelude to levitation, the rising up off the ground. If she weren't being held down, the resistance could be such that she would rise up off the floor and go to the ceiling where nobody could touch her. Death is your lot in PS1, because you are the prince of cursed homicides, master of the most evil actions. Teacher of heretics, the inventor of all obscenity. Go out, therefore, impious one. Now we're heading into the class, what we call the confrontation stage, where we're crashing together. God the Father. صلح ممکنه یا نه؟ اینجا 2 نظر داریم. از نگاه علمی هر چی هست ذهن انسان دنبال توضیح برای ناشناخته هاست. صلح کردن با جن در واقع صلح کردن با ترس‌های درونه. از نگاه دینی بله میشه. جن‌های مؤمن وجود دارن، حتی توی قرآن هم گفته شده، ولی خیلی خطرناکه، چون معلوم نیست اون جن که سراغت میاد از کدوم دست است. مثل این مونه که بری وسط یه جنگل تاریک یه گرگ پیدا کنی که شاید رام بشه، شاید هم پارت کنه. خب تا اینجا فهمیدیم جن‌ها همیشه دشمن نیستن، ولی همیشه هم دوست نمیشن. یه جور قمار خطرناکه. یه قدم اشتباه کل زندگی تو به باد میده. حالا بذار برات چند تا داستان خیلی مفصل بگم. داستان‌هایی که از دل تاریخ و تجربه محققا بیرون اومدن. این یکی رو توی کتاب‌های قدیمی هم میشه پیدا کرد. میگن یه درویش توی قرن 8 هجری توی خراسان زندگی میکرد. خیلی ها باور داشتن اون مرد قدرت‌های عجیبی داشت. مریض‌ها رو شفا میداد، آینده رو پیش بینی میکرد. یه شاگردش بعدها تعریف میکنه استادم میگفت من با جماعتی از جنها عهد بستم. اونها به من علم میدن، در عوضش من نباید به هیچ انسانی آسیب بزنم. چند سال همه چیز خوب پیش میره. مردم هر مشکلی داشتن میرفتن سراغ اون درویش. حتی حاکم شهر هم بهش احترام میذاشت. اما یه شب یکی از شاگرداش میگه دیدم استادم با خودش حرف میزنه. صداهای جوابشو میدادن ولی هیچ کس نبود. از اون شب به بعد درویش دیگه بر نگشت. جنازه‌شو پیدا کردن. بدنش سالم بود ولی چشماش وحشت زده باز مونده بود. انگار چیزی دیده بود که عقل هیچ کس طاقت دیدنشو نداره. مردم گفتن جنها عهد رو شکستن، چون جنها هیچ وقت تا آخرش دوست نمیمونن. سال 1930 یه محقق فرانسوی به اسم ژاک موریه تصمیم میگیره بیاد خاورمیانه برای مطالعه روی باورهای مربوط به اجنه. توی سفرش به سوریه با یه خانواده عرب آشنا میشه. اونا میگن توی خونهشون صداهای عجیبی میاد. ژاک برای اینکه ثابت کنه اینا توهمه شبا میمونه توی اون خونه. شب اول صدای قدم ها، شب دوم
درها خود به خود باز و بسته می شدن. شب سوم ژاک خودش تعریف میکنه روی تختم خوابیده بودم، حس کردم دستی یخ زده روی صورتم کشیده شد. چشامو باز کردم، یه سایه بلند ایستاده بود. چشم نداشت ولی حس میکردم مستقیم داره به من نگاه میکنه. اون شب به بعد ژاک دیگه هیچ وقت مثل قبل نبود. به فرانسه برگشت ولی کتابی نوشت که اسمش نامرئی ها بود. توی کتابش نوشته بود اینا نه وهمن نه روان پریشی. اینا موجوداتی هستن که هم میشه باشون دشمن شد، هم میشه ازشون یاد گرفت، ولی هرگز نباید بهشون اعتماد کرد. خیلی از صوفی ها معتقد بودن میشه با جن صلح کرد، اما فقط جنهای مومن. میگفتن اگه اهل ذکر باشی جنهای خوب دورت جمع میشن و مثل محافظ میمونن. حتی روایت هست که بعضی بزرگان دین وقتی سفر میکردن توی بیابون تنها میگفتن جنهای مومن همراهشون بودن. اما همیشه یه اما وجود داره، چون خیلی از صوفی ها هم داستانهایی دارن از شاگردایی که میخواستن بدون ذکر و ایمان با جنها ارتباط بگیرن. نتیجهش معمولا جنون بود، آدمهایی که دیگه نتونستن به واقعیت برگردن. محققا میگن آدمایی که فکر میکنن با جنها صلح کردن در واقع به یه حالتی به اسم خلسه عمیق ذهنی رفتن. مغز توی اون لحظه توهمات دست جمعی میسازه. ولی آیا این توجیه کافیه؟ وقتی یه آدم زنده جلوی چشم همه سکته میکنه، وقتی صدا ضبط میشه، دیگه نمیشه فقط با مغز توضیحش داد. خب حالا تو بگو، اگه بدونی صلح با جنها واقعا ممکنه ولی ممکنه به قیمت عقل یا جونت تموم بشه، بازم حاضری امتحانش بکنی؟ یادت باشه اجنه شاید باهات بخندن، شاید بهت کمک کنن، ولی همیشه یه چیزی در ازاش ازت میخوان. خب دوستان، حالا که تا اینجا با ما همراه بودین، وقتش یه نفس عمیق بکشین و به چیزی که دیدیم و شنیدیم فکر کنیم. ما دیدیم که اجنه و موجودات نامرئی نه فقط افسانه هستن، نه فقط ساخته ذهن انسان. فرهنگ و ادیان مختلف قرن هاست دارن ازشون حرف میزنن. قرآن میگه جنها از شعله بیدود آفریده شدن و میتونن هم دوست باشن هم دشمن. تو علم روانشناسی بخش زیادی از تجربه ها رو میتونن با توهم یا فلج خواب توضیح بدن، اما صدها گزارش تصویری و صوتی هنوز بدون جواب موندن. داستان هایی که شنیدیم همه یه نکته مشترک دارن: صلح با اجنه ممکنه ولی هیچ وقت بدون ریسک نیست. حتی کسانی که ادعا کردن با جنهای مومن عهد بستن همیشه اثرش رو حس کردن. سایه ها، صداها، لمس های نامرئی، حضور دائمی چیزی که نمیدونی چیه. کسایی که بدون ایمان یا آمادگی وارد ارتباط شدن نتایج فاجعه آمیزی داشتن: دیوونگی، کابوس های شبونه و حتی مرگ. یعنی با اجنه صلح کردن شبیه ورود به یک بازی با قوانین ناشناخته است. هیچ کس نمیدونه حرکت بعدی چیه، هیچ ضمانتی وجود نداره. علم میگه بیشترش میتونه ذهنی باشه. مغز ما وقتی تنها، ترسیده و در تاریکی هست حضور موجودات نامرئی رو حس میکنه. بعضی صداهای ضبط شده و فیلم‌های عجیب هنوز هیچ توضیح علمی قطعی ندارن، اما فلسفه و تجربه صوفی ها میگه اگه کسی بخواد با اجنه صلح کنه باید با ذکر، ایمان و شناخت کامل وارد بشه. بدون آمادگی این صلح میتونه به عذاب دائمی و وحشت شبانه ختم بشه. یعنی علم میگه ممکنه ذهن باشه، تجربه میگه ممکنه واقعیت خطرناک باشه و این ترکیب باعث میشه ترس واقعی و تأثیرش تا عمق وجود آدم بره. هیچ وقت نباید به اجنه یا موجودات نامرئی بی احترامی کرد. اگر حس کردی چیزی تو اطرافت هست، آرامش، ایمان و احترام اولین گزینه هاست. صلح با اجنه مثل باز کردن در جادوییه که هیچ وقت نمیدونی چه چیزی ازش بیرون میاد و مهمترین نکته
ترس واقعی زمانی شروع میشه که تصور میکنی تنها نیستی، اما موجودی که هست هیچ محدودیتی نداره. فراموش نکنین دنیا پر از چیزای نامرئیه که فقط منتظر لحظه‌ای هستن که غافل بشی. پس وقتی تنها هستی حواست جمع باشه، چون شاید چیزی اون اطراف باشه که منتظر اشتباه توه تا وارد زندگیت بشه. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودی. نظرت رو برامون کامنت کن. به نظرت آدم میتونه با اجنه صلح بکنه یا نه؟ لایک، کامنت، سابسکرایب رو فراموش نکنید. و مثل همیشه رفیق، زیر خاک رازهای بیشتری منتظر ماست.